وخير هذه الأمة وأشرفها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والقرون المفضلة التي شهد لها رسول الله بالخيرية. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. اما بعد شیخ رحمت الله علیه میگه که بعد از که ذکر کرد، بعد از چه ذکر کردن گفت که اما بعد گفت فهذا اعتقاد الفرقه الناجیه. نعم الفرقه الناجیه. اما بعد همین اما بعد مثلا دائم بیاد مثلا اعرابش به چی میاد، یعنی دو وجه ذکر میکنه. اساس یک وجه میگن که اما بعد همین کلمه اما یعنی خاصه همین کلمه اما یعنی چی؟ اسم نائبه عن اسم شرط. یعنی چی بوده؟ نائبه عن اسم شرط. نائبه عن اسم شرط یعنی تقدیرش چی باید؟ تقدیرش میشود که مهما یکون من امر. نعم مهما یکون من امر بعد هذا. بعد مهما يكون من امر بعد فهذا ذکر میکنیم. فهمیدید؟ فهذا برای همین فهذا اعتقاد الفرقه ناجیه است که هم فای چی بشد اینجا رابطه بشد یا که صله بشد بین جمله اسم شرط و جواب شرط میشود. هم به چی میشود؟ هم به یکم چیش. دویمش میگن که اما خودش مثلا اصلا چی خودش اعرابش اسم شرط است. اسم شرط یعنی معناش که میشود که معنای اما بعد میشود که اما بعد از که میگن که اما بعد ما ذکرت لك فانا اذكر لك كذا و كذا اعراب میاد. یعنی هر دوش هم یک معنی کتی نائب اسم شرط میشد یا که اسم شرط چی میشد؟ خودش میشد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اما بعد میگه فهذا فای گرفتیم. هذا اسم اشاره. هذا چی بده؟ اسم اشاره. وقتی که اسم اشاره ذکر کردید شما چی به اشاره میکنید؟ چیزی محسوس به. یعنی هذا الکتاب میگید، نمیگید که هذا مسمونید چیزی نبودگی به هذا گوید این لحن لغه عربی نه، این چیه جایز نه. هذا گوید مثلا اگر خاموش شوید چی این لغت عربی نه چی جایز نه. باید که چیزی محسوس به چیزی موجود به چی کنید؟ اشاره کنید. برای همین شیخ چی به اشاره کرده سعادت حاضرین جنده؟ نه این دیگه چیه؟ این عقیده مثلا دیگه چیه؟ ما یک چیزی بده فهذا ولی این کتابی که نیست ولی فهذا اعتقاد اهل سنت الفرقه الناجیه اهل سنت والجماعه الطائفه المنصوره. این چیزا چی نیست. برای همین میگیم که یعنی متقدم های طریقاشو معروف کتاب اول نویسته، کتاب تیار میکنند و پس اون خطبه می نویسند. فهمید؟ مقدمه است که مقدمه پس می نویسند. اول کتاب تیار میکنند، موضوع کتاب تیار کرد سون چی میکنند یعنی سونه چی می نویسند و بعد مقدمه می نویسند. هذا کتاب شده حساب کنه؟ هذا کتاب شده تقدیر. نعم هذا کتاب یعنی معنیش که میشه که هذا الكتاب الذي بين يديك متضمن یعنی يتضمن اعتقاد الفرقه الناجیه میشه. فهمتم نمی یعنی چی بده؟ هذا که جواب اشاره شده استاد کتابی که بین چه دستتان استفاده چه یعنی کتاب. فهمید؟ فهذا اعتقاد الفرقه الناجیه. اعتقاد گرفتیم دیروز. اعتقاد چیه؟ اعتقاد از افتعال از کلمه چی گرفتیم؟ عقد گرفتیم. یعنی اعتقاد یعنی چی؟ گره بستن یعنی ربط الجازم. چی بده؟ یک چیزی مثلا مستحکم بستگی چیزی چی میگفتن یعنی اعتقاد میگفتن. اعتقاد صحیح میشود یا اعتقاد باطل میشود. اعتقاد اذا وافق الواقع فهو صحيح واذا خالف الواقع فهو باطل. یعنی اعتقادنا یعنی اعتقاد ما اگر اعتقاد واقع بکه موافق اومد و اعتقاد چی نامیده میشود؟ صحیح. لیکن اعتقادی که واقع به خلاف میبیاد و باطل. یعنی اعتقاد مسلمان ها صحیح برای چی؟ واقع به عقل به فطرت به حس به شرع به موافق اومد وقتی که الله یگانه گفتن. لیکن نصرانی ها اعتقاد داشتن که الله سیگانه گفتن یا عیسی ثالث و ثلاثه گفتن و چی به عقل بهم فطرت بهم حس بهم شرع بهم چی به مخالف اومد. اعتقاد چی شد؟ باطل شد. اعتقاد الفرقه الناجیه. الفرقه با چی میبیاد؟ با کسره فا میبیاد. فرقه با کسره میبیاد. فهمید؟ مهم اهتمام تید.
فرقه با چی می اومده است؟ با کسره فا می اومده است. الفرقه الناجیه. فرقه معنای چی میتیه؟ اگر فرقه با کسره که اومد معنای طائفه، معنای جماعت میتیه. معنای چی میداده است؟ جماعت. مثلا از طائفه چیزی کلان میتیه. از طائفه چی میتیه؟ طائفه عددی کمتری، فرقه چی؟ فرقه از طائفه کلان میتیه. فهمده؟ کلان تر میتیه. برای من الله سبحانه و تعالی میگه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه. دنه از هر یک فرقه طائفه، یعنی چی بوده؟ طائفه کلام بوده، فرقه چی؟ اوای مایده تر بوده. فهمیدید؟ برای من با کسره بیاد اگر معنای چه میتیه؟ فرقه معنای طائفه، معنای جماعت میتیه. اگر به ضمه بیاد، اگر فرقش بیاد معنای چه میتیه؟ فرقش بیاد افتراق میتیه. افتراق، اختلاف، یعنی چی؟ فتنه معناش میتیه. نه فرقه فهمیدید؟ برای همین ضمه و کسره رول مهم بازی میکنه. ضمه که دیگه معنی فاسد میشه. فهمیدید؟ برای همین معنی بچی میاد با کسره میاد فرقه. اگر فرقه بگیم معنی چی کتی اومده است؟ معنی افتراق و معنی اختلاف میداده است. معنی افتراق و معنی اختلاف میداده است. الناجیه. الناجیه از کلمه چی؟ از کدوم فعل گرفتگی؟ نجا ینجو. نجا چه؟ ینجو. ناجیه یعنی چی؟ ناجیه کلمه نجا ینجو ای سلمه یسلمو. از کلمه فعل چی؟ سلمه ای ناجیه سالمة من البدع في هذه الدنيا وسالمة من النار في الآخرة. ناجية هم دنيا دا البدعة والخرافاتها، البدعة والخرافاتها، وأما قيامت عنده چه؟ عذاب دوزخ، عذاب آتش و چی هستند؟ نجات یافته هستند. الناجية الفرقة الناجية. این امام رحمت الله علیه کدوم حدیث به اشاره کرده ساده سازر این جنبه؟ نه حدیث چی به؟ حدیث قول رسول صلی الله علیه وسلم ده افترقت اليهود الحديث وافترقت النصارى الحديث وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال أنا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إن حديث صحيح بدون شك وشبهة. إن حديث از حديث عبد الله بن عمرو بن عاص امام ترمذي رحمة الله عليه وامام اللالكائي وامام عجوري رحمة الله عليه روایت کردگی. امام ترمذی و لالکایی و آجوری از حدیثی که عبدالله بن عمرو بن عاص و این حدیث امام طبرانی رحمت الله علیه و العقیلی از حدیثی که از حدیث انس روایت کردگی. حدیث عموما چه ثابت از جهت متن و از جهت اسناد چه ثابت است. همین چیز بکی یعنی رسول صلی الله علیه و آله میگه که یهودی‌ها چند فرقه به تقسیم شدن؟ 71 به، نصرانی‌ها 72 به، مسلمان‌ها چی به؟ 73 فرقه به. همه فرقه کلها فی النار. همش چی؟ هالکه. فرق هالکه. همه چی بهش است؟ هلاک شدگی ها. یگونه فرقه نجات می‌یافته. تا فرقه چی بوده است؟ یعنی ما انا علیه همین فرقه که میگوید رسول صلی الله علیه و آله راه من راه اصحاب مننده باشد. راه من راهی که راه اصحاب مننده بدگی آدم‌ها چی بدن همینا یگونه نجات می‌یافتند.